الرحمن الرحیم ان یصیبنا الا ما كتب الله لنا صدق الله مولانا العظیم. یقینا که خداوند متعال بر بالای ما رحم کرد از این حادثه المناک. لله الحمد و المنه، جان به سلامت برده و افسوسم به این می آید که مردم ما در رنج افتیدن، زحمت کشیدن، شب و راست بالا و پایین دویدن و متأثر زیاد شدن و فهمیدم که ملت غیور و عزیز با علمایشان هستند و اهل دینشان هستند و مراتب که دوستشان داشتم، بیشتر محبتم با این مردم بیشتر و بیشتر شد و اکنون توان نظیر ندارم که چگونه تکافؤ بکنم، چگونه سپاس بگویم، چگونه از اونها دلجویی بکنم. چیزی که برشان بگم که خداوند متعال امن، سعادت، بهروزی را نصیبتان بکنه. هر برادر و خواهر و عزیزی که به شکل از اشکال در این درد ما را همراهی کردن، کمک کردن، مساعدت کردن، رب العالمین هر غمی که داشته باشد، هر مشکلی که داشته باشد، هر اندوهی که داشته باشد، هر دغدغه‌ای که در حیات داشته باشد، الله متعال برش حل بکنه و پاداش نیکوی دنیا و آخرت را نصیبشان بگرداند. اولادایشان را رب العالمین صالح بگرداند و از گزند روزگار مسئول باشند. الحمدلله و المنه که من فعلا زیاد خوب هستم و امیدوار ازی هستم که از دعای خیرتان فراموش نشود و رب العالمین استقامت و صبر را نصیب بکنه و این سختی را وسیله تکفیر گناههای و رفع درجات قرار بدهد و گناهایی که کردیم الله او را عفو بکنه برما، او را به عفوش قرار بدهد. و صلی اللهم صلی و سلم و بارک علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.